تو تا نیستی که خدا یک دعوتگر خوب اسلام بسازیم. خب فصل اول اینجا نوشته کردیم که شناخت عقیده اسلامی، عقیده در لغت. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه ابن فارس چی میگن؟ اونا علما میگن عقیده از کلمه عقد گرفته شده. عقد گرفته شده و خود کلمه عقد به معنای بستن است. گریره عقده میگن. یک نفر میگه بسیار یک نفر عقدمند است. چرا میگن عقدمند است؟ به خاطر از اینکه امی خون از او در داخل چی شده؟ گری خورده، امی افکار زشت بسیار برش یک عقده پیدا کرده. پس کلمه عقد در زبان عربی هم به حساب معنویت استعمال میشه، هم به حساب مادیت استعمال میشه. وقتی که میگیم که یک رسمان یک کسی با دیگه گری کرد، اینه میگه عقد الحبل. چی کرد؟ رسمان چی کرد؟ گری کرد. مثلا من میخوام که این طرف لنگی من امروی این طرف دیگه گری بذارم. این قسم اینی رو میگن عقد، بستن. این قسم عقد یعنی گری بستن، این تو گری زدن. عقد تو اینه من میگم این عقد تو القماشه، من این لباس چی کردم؟ با هم گری کردم. پس عقد به معنای بستن است. هر چیزی که با چیز دیگه بسته میشه او رو چی میگن؟ عقد میگن. تاره بسته میکنی، رسوان بسته میکنی، همیشه استعمال. در چیزهای معنوی هم عقد استعمال میشه. مثلا میگن عقد نکاح، یعنی بستن رابطه بین دو شخص، عقد نکاح میگن. پس چرا عقیده را عقیده میگن؟ به خاطر از اینکه تو رابطه ایده با خالق متعال بسته میکنی. اینا کسی که درس عقیده نخوانده رابطهش با خالق بسته هست یا نیست؟ نیست. پس او همیشه مخالف عقیده است. از این صفت خدا که گپ زدی کتت مخالفت میکنه. از توحید عبادت گپ زدی کتت مخالفت میکنه. چرا؟ چون او عقیده در درسای عقیده نشیشه، از این خاطر رابطهش با خالق بسته نیست. از این خاطر عقیده را عقیده میگن. به خاطر از که کسی که درس عقیده میخوانه، در مجلس عقیده میشینه و عقیده خدا مطابق قرآن و سنت میسازه، رابطه خدا مستحکم بسته میسازه با کی؟ با خالق متعال. از این خاطر اینا عقیده میگن. اما عقیده را در اصطلاح علما دو قسم تعریف میکنن. یکی تعریف عام است که هر عقیده را شامل میشه و یکی تعریف خاص است که مخصوص به عقیده اسلامی هست. یکی تعریف عام است. در تعریف عامش چی میگن؟ میگن عبارت از امور است که نفس آن را تصدیق نموده و قلب به آن اطمینان حاصل میکنه و در آن شک و شبهه نباشه. خب امور است که نفس او را تصدیق میکنه، نفس رو چی میکنه؟ تصدیق میکنه و قلب انسان به او اطمینان حاصل میکنه. قلب اطمینان میکنه و در او شک و شبهه پیشش وجود نداره. این کل اعتقادات شامل میشه. یک نفر است به عقیده اسلامی نفسش تصدیق کرده که خالق وجود داره و خالق ذات یگانه هست و قلبش به او اطمینان حاصل کرده و در هیچ شک وجود نداره. پس این تعریف سر عقیده اسلامی هم میشه، سر هندویزم هم تطبیق میشه. یک نفر نفسش به اعتقاد به بتها را تصدیق میکنه، قلبش اطمینان حاصل کرده که اینمی بگوان العیاذ بالله خدای ما هست و در هیچ شک نداره. پیش یک هندو برو میگه نه 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 بگوان هست و اینمی بگوان ما عقیده داره. نصرانی ها میگن که عیسی بچه خداست. العیاذ بالله وقتی که میگن عیسی بچه خداست، پس نفسشان تصدیق میکنه اینمی اندیشه را و قلبشان به اطمینان داره و شک شبهه نداره. وقتی که برشان بگوی پیش یک کشیش بشینه میگه بله من هیچ شک ندارم، خلاص. پس این تعریف عام عقیده است که برای همه کس این چی میشه. اما در اصطلاح اسلامی عقیده را چه قسم ما تعریف میکنیم؟ ما مسلمان ها یا علمای اسلام چه قسم تعریف میکنن؟ اینا میگن که عقیده عبارت است
ایمان قطعی. عقیده عبارت از ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، یعنی هم به وجودش هم به وحدانیتش. ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، هم به وجود الله که الله موجود است و هم به وحدانیتش که ذات یگانه هست در ذاتش، در صفاتش، در عباداتش و در قانونش. بازی رو ما و شما انشاءالله در درسای بعدی میخوانیم. پس ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، به ملائکه، به کتابهای آسمانی، به پیامبران، به روز آخرت، به تقدیر خیر و شر و به تمامی آنچه که در قرآن کریم و سنت صحیحه از اصول دین آمده. یعنی خلاصه همین چی است؟ آمنت بالله، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. و با آنچه که در قرآن عظیم الشان به کلش آمده درباره اصول دین، اساسات دین، اعتقادات اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و صحابه کرام به او اجماع کردند و به این به شکل کامل تسلیم شدن می باشه. همچنین